سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، من در پخش مستقیم هستم. تماس نگیرید برادر. تو با پخش مستقیم دارید همین سوالات پیشنهاد کنید. و ایاکم بارک الله فیکم و ایاکم و بارک الله فیکم. احبکم الله الذی احببتم. محمد بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان چطورین؟ خوب هستین؟ چرا استاد جان آوازه شما پس میاد. ماشاءالله استاد جان آوازه داشتین که خطا مقصود قبل زنم استاد جان هم سجده کردم الله همین خواست ما بسمات سوکم. جان درباره استاد ابو صهیب کمتر معلومات میداده، چون که ما در گروه آن بودیم و وقتی که شما اون روز ما افیر کردیم، من در افیر شما دیدم او رو چیزی گفتید، من با شاگردان گپ زدم و آنها ما رو زامبی گفتن که شما شاگرد ابو محمد المدنی هستید، شما از زامبی هستید، یک خارجی هستید. شما درباره همینها شرح میداد، چون که ما با آنها سوال جواب کردیم، آنها سوال ما را جواب ندادن. آیاتی برای بقره چی رو میفهموند، دلالت بر چی میکند، با ما نگفتن. ما گفتیم که شما عقیدتون چی است که شما آنها شخصیت پرستی کردن و گفتن که شما آیا مسلمی ها مشرک میدانید یا نمیدانید. من گفتم شخصیت پرست نیستم. استاد ابو محمد المدنی و استاد ابو عمر آن را گفتم در کذب کرد که او مشرک را مشرک نمیگوید. و من خاطر گفتم من قبول دارم و آنها با ما درگیر شدن، ما را اسلام میگفتن، هرچی گفتن دلیل کردن از گروهشون کم تا شما شرح میدن درباره استاد ابو صهیب. استاد جان کم ترک یکم موضوع میتونه من میگم برای اینکه جمعی شما در بیرون هستید تا دوباره بیرون اومده شده برای اوضاع کنترلن بیرون کلام کرد. من مایلش سجون الحمد لله. یک لحظه. الحمد لله والصلاة على اما بعد. برادر ما سوال نمودند که درباره ابو صهیب به ما معلومات بدید، زیرا که از گروهشان، گروه های درسیشان ما را بیرون میکنند. شاگردهای بگوییم ابو صهیب ما را حتی زامبی میگویند. یعنی این سوالی برادر همین است که پیروانی یا که دوستان یا برادرانی ابو محمد مدنی را اونها بد میبینند، زامبی میگویند و تکفیری و خوارج میگویند و از گروهش ابو صهیب بیرون میکند. پس درباره ابو صهیب کمی سوال، یعنی همین است که کمی صحبت بکنه. صحبت همین است. ما میگوییم که ابو صهیب خودش کی هست؟ آیا از ابو صهیب کسی معلومات کامل دارد؟ مثل که از من یا از یک طالب علم اهل سنت شما معلومات دارید، آیا از ابو صهیب همچنین معلومات دارید برادران و خواهران موحدان؟ آیا شما میدانید که ابو صهیب در نزد کی تعلیم گرفته است؟ مشایخش کی است و چند سال تعلیم گرفته است؟ خودآموز است یا شیخش گوگل است یا یوتیوب است؟ خیر بگوید. کسی میداند؟ من از خودش سوال کرده بودم وقتی که صحبت داشتیم، در من تسجیلش وجود دارد که خودش گفته نمیتواند. و یک شیخ ابو مصطفی العدوی گفت سالی که ما رفتیم در نزد شیخ مصطفی العدوی 1 ساله بودیم، او نبود، همینجا نبود.
و ما برادران طالب علمان اهل سنت موحد از مصر بسیار داریم که این انسان میشناسد و میگه که شیخ ندارد. پس یک انسانی که در کجا تعلیم گرفتنش معلوم نیست، خودآموز است، خودآموز کمی رفته است در مرکزهای لغت عربی تعلیم گرفته است، عربی را آموخته است، خودآموزی کرده است، می آید و با یک صحبت دغلانه، با یک طرز بی‌ادبانه، با یک حقارت و تهمت و دشنام در حق طالب علمان اهل سنت و جماعت سخنهای جاهلانه میکند به مانند حکم تکفیری، حکم سگان جهنم، حکم این حکم اون. ما اصلا به این جهلا قدر وقت خودمون صرف نمیکنیم. باور بکنیم شایسته وقت صرف کردن هم نیست. اما وقتی که اینها از حد میگذرند، غلو میکنند، در این حادثه های اخیر دیده شدیم که شب و روز در حق ما صحبت میکنند و صحبتاش به من دیگران ارسال میکنند، میبینیم که اینها فکر میکنند که ما خاموش هستیم، اینها حق هستند. نه، شما حق نیست، شما باطلید. این کی است؟ این یک آذری هست، ابو صهیب آذری هست. اینجا کسی به من که ابو صهیب در مصر فکولته حقوق شناسی خونده است. در کدام فکولته؟ فکولته اهل سنت یا غیر اهل سنت؟ مگرم همون فکولته اشعری ها را شما بگویید که فکولته اهل سنت است. میدونید که در مصر الازهر است، میدروید مجبور میکند شما را که الله لامکان بگویید، الله در بالا نیست بگویید، بهای شما خوب است. اگر الله در آسمان بگوید شما را بهاتون نال است و میمانید. ما اصلا خوندن در همین الازهر رو از نظر شریعت درست نمیدونیم، برای که از نظر عقیده ما درست نیست که به خاطر عقیده اهل سنت خوندن رفته باشید و بروید در نزد اشعری تعلیم بگیرید و الله لا مکان بگید. این چگونه تعلیم گرفته است؟ همه علمای سلف در نزد اهل بدعت تعلیم گرفتن جایز ندارست. یک جای خبر دیگر میبرن که دنیوی خونده است. دنیوی خونده باشد این باز مصیبت برای خودش است. البته این خبر است، من نمیگویم، من حقیقتا نمیدونم دنیوی خونده است ابو سعید، دنیوی نخونده است. من حرکت میکنم که با یک طرز با آدابانه با اخلاقانه صحبت بکنم، کسی نباشد. لیکن در جانب شریعت میگم که از جانب شریعت این آدم عقیدهش باطل است، در مسئله عذر بالجهل باطل است، عذری هست. این انسان خودش خیلی که به شما و به بسیار کسا میگه ما به سه حرفه ها صحبت میکنیم، هر گپ گفته نمیتونیم، در زیر نظارت اونها هستیم. میگه اینها یعنی به منفعت نظر میکنن که کدام گپشون ضرر نرساند به حکومت طاغوتی، همین سخن میگن، ضرر رساند نمیگن، یعنی حق پوشی میکنن و سخنهای علمای نمیفهمند بیچاره و همه علمای اهل سنت و جماعت رو خوارج میدانند، سگای جهنمی میدانند. چه خیلی که العذر بالجهل، کسی که جهل عذر نیست بگوید انا همچنین است و این همه تکفیر میکرد، اون متهمی میکرد، دروغ میکرد و بالاخره یک مبتدی هست، آذری هست و مرجئه هست. البته مثل مدخلی، مثل محمد شریف و برادرش محمد طاهری مشرک نیست، از ویا این کمی خوبتر است، اما بالاخره با آذری است، بالاخره با آذری است. و اما این که ما را زومبی گفتن، بالاخره اعوذ بالله من ذلك، اولا کلمه زومبی را در حق موحدین استفاده بردن این باطل است، این طعنه است، زیرا که کلمه زومبی اصلا این در فیلم های اروپایی و امریکایی ساخته شده است برای طعنه زدن مسلمان.
است. بالاخره این کی است؟ یک مبتدع است، یک جاهل است. از این خیل انسان ها درس خواندن درست نیست. از این خیل انسان ها چه خیلی که شیخ عبدالعزیز الراجحی حفظه الله علمای کبار میگن از پشت عازری نماز نخوانید و از عازری درس نگیرید. بله عازری شاید بعضش جاهل است، بعض عازری از سبب جهل، از سبب تعویل یا از سبب اجتهاد یا از سبب خطا کردن تکفیر کرده یک بار نمی شود، حجت رسانیده می شود. اما بالاخره این انیق است که یک گمراه است و بسیار طرز آداب و اخلاقش بیند بی ادب است. به همه میگد آدرس همه رو میپرسد و حتی کله‌ات رو میبرم. این چنین سخن‌ها دارد. در نزد من هم هست که نمی‌دونم. بالاخره از این چنین انسان‌ها درس و صحبت گوش کرده نمی‌شود. بارک الله. اما یکی از سخن‌های برادر محمد این بود که شما مثلا مسلمیان رو گمراه گفتید. بله بله این حق است، گفتیم و باز میگوییم. کسی که عذری است باز میگیم، یگان جای پنهانی ندارد، یگان جای تقیه ندارد. ما هم گفتیم و باز میگیم کسی که عذری است گمراه. این منهج ما است. هر چیزی که در منهج ما است عقیده ما نمون است. ما مقصدمون رضا کردن کسی نیست. اما تهمتی که به سر ما میگن که شما کرده چی کرده، نه این چنین نیست. این تهمت است. شما عذری ها حجت داشته باشید بیایید صحبت میکنید. شما میدونید که میترسید که ما کی هستیم و میدونید که ما چی داریم، علم داریم. الحمدلله کتاب های ما را شما شاید دیده باشید که در صفحه ها از چگونه از کجا چی نقل میکنید. شما غیر از دشنام و حقارت باید اون چیز دیگر دارید و غیر از اون حقارت هیچی ندارید. الله خور بکند اهل بدعت. علیکم السلام و رحمت الله. اخی خوب است؟ سلامت خوب است؟ الحمدلله برادر عزیزم بارک. بفرمایید. با همین سرپسکنی وقتی می رود، سرپسکنی زمین جای ما مقصد شهری ما مردم نیست، زنک هستند. اما مقصد با جای که یک شیعه که در همین مسجد ما می رفت، مقصد مسجد بس کرده، مسجد همین خودشون بگیم، همین یک جای نمازخونه شیعه خودشون دوران برای هم خودشون مقصد مرتد شده. همجا رفت که ما وقتی که مسجد ما می اومدن ما میگفتیم چیزی میفهمن چی میکنن دیدم پرفت رفتن. اما برادر مقصد خونهش میبره، سلام علیک چای میخورن، مقصد دعای سرش پس میکنن. مقصد برای بهترش یک کمپیر زنم باشه سر پس کنه که یک چی مقصد داره. برای مثل برادر قطعی چی میکنین؟ چی میگفتی شما؟ دارم برا برادر از ابو مریم بارک الله فیک. البته یک روفیزری که مسجد خودش رو دارد و روفیزه هست، این رو با خوردن صحبت کردن به خاطر یک موی پس کردن، این البته اعوذ بالله از گمراهی و ضلالت است. این کفر است. اگر این روفیزه باشه، روفیزه را دیده و دونسته تکفیر نکرده خود چی کفر میشد. این مسئله خطرناک است. از این برایت خودش اعلام بکند، قطعی نشسته چای نخورد، قطعی دوستی نکند، موش در این رفته پس نکند. سبحان الله، ماشین که خرد موش خودی پس بکند. اگر هیچ دیگر علاج نباشد، گفتی شما درست است که یک کمترک باشد، البته با یگان نفر شاهد را بعد موش پس بکند. بهتر و افضل است. خیرم اخی امی وقتی امام نامی چی را گفتم در پیش امام وقتی هم گپ گفتم خوب مقصد امیرا وای خیلیش رفت گفت که گفت هم خیلی میگه که قطعی و چی نکنم مقصد هم چی وای امام هم گفت گشته گفت که منم گفت امام تتره گفت منم ابای خونه من گفت همون چسبونده نوشته گفت مقصد چیکار میکنه گفت هم خیلی فهمونده و چیزاشه هم امام هم خیلی امام هم گمراه بود.
جزاک الله خیر. اخیر سوال دیگه، سوال دیگه، خواهشی دیگه داشتیم که برای همه بعضی برادرها میخواهند به زبان ارسی، اگر که انشاءالله که همینجا اگر برادری که باشه که پیریود میکرد همین درسات بسیار خوب میشید، یا که عربیش میکرده بعد عربی ارسی، مقصد عربی ها دیدیم که ارسی پیریود کرده ناید توشکی را ولی ندیدیم. مقصد اگر که میشید انشاءالله یک خواهش دیگه دارم همیشه میگم برای کودکان یا که اگر یگان شاگرد تیار کردگی باشه یا که شما مقصد درس عقیدوی یگان دوستکند مثال میموند چی میکردی و که یگان چی خوبتر میشید مثلا برای خدا مسائل میشد انشاءالله. السلام علیکم و رحمة الله وبركاته. بله برادر شد. علیکم و رحمت الله وبرکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر همه یک سوال داشتن، همه مثال در دولت روسیه میفاده داشتن اینجا دهید مثال به نمازهای جمعه میرین، مثال امام مثال نمیدونه مثال چیه در که در صوفیه چیه درسته؟ البته که باید شما فهمید خصوصا در منطقه هایی که ببینید ما درباره امام کمی وسیع‌تر صحبت بکنیم. اگر منطقه معروف به منطقه اهل سنت باشد، همه ماشاءالله موحدین باشد، در این حالت امام فهمیدن شرط نمیره به دست پیش نماز میخونه. با مانند دولت مسلمانی باشد، همه اهل سنت باشد، امام بمیره به فهمیده دو کرده نماز خوندن نمیگیره. اما یک منطقه باشد که اکثر منطقه صوفی غلات باشد، قبوری باشد، اشعری باشد، ماتریدی باشد، حقوق پرست باشد، در این حالت امام باید فهمید. ما باید فهمید خصوصا از تا اون جایی که خودی من رفته بودم در سال 2015 تحقیق کردم، امامشون یا صوفی ماتریدی یا صوفی اشعری، اکثرش کمی درستش هم با همین طاقوتا که باز دوی مشکل اینها با طاقوتا هم کاری میکنه. از این جهت بین احتیاط باشید. بارک الله فیک. و استاد همین حالت باید مثال چون کنیم بهترش خانده بکنه چی تحصیل میده برای که به اول چه بگم طالبان و یگان تا استاد همین طرفدار طاقوتا هده و که باید شما ببینید بله یگان مسجد اهل سنت حرکت کنید روید، اگر نباشد در خونه میخونید. استاد جان در این رهسیه بوار کرد که محد یگان مولا خانده تو اهل سنت میگن و که همین طرفدار یعنی همش کنده طاقوت طرف بله معروف است. انشاءالله در خونه میخونید، برادرای اهل توحید جمع شوید، یک جماعت کنید، انشاءالله خیر است. خب دیگه سوال دیگه همین آدم همین یه نماز اصلا ترک نوه اسلام خارج نشود. یک نماز قصداً ترک نده با یک نماز همین استادیان همین یگان مثال حدیث یگان دلت میگه که ما هم همین آدم ها در میگفتیم که همین خواهده مثال شما همین کار را نکنین که از اسلام شما خارج نشین. در کدام اصلا؟ در این مثلا نماز ترک کردن شما با گروه مقاله ها داخل شوید، به گروه مقاله ها یا در گروه همین ایما هم کتاب تارک و سنت گذاشتگی هستیم 16 صفحه صفحه است، من خودم نوشتگی به این مختصر است، همه در کتابش هست، هم نگیرید ان شاء الله کنترل کنید. علیکم ورحمة الله وبرکاته. استاد یک برادر پیساک کن میفروشد، کن روزها برای قبرشون میخرند، من هر یک کمدش رو حساب میکنم ولی باقی ندارد. فروختن چیزهایی که حرام نیست
در امور زندگی کافرها استفاده می شود باقی ندارد. بارک الله فیک. بارک الله فیک. الله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید جان. یک سوال داشتم، هم برادر خیلی که سوال دادن، ما هم حضرت همین نمازهای جمعه دا رفتیم یک دو مسجد حضرت جان. انا همین پاها را په موندن، همین چی معنی داره حضرت؟ بعد آمین بلند میگنه، همین سر همون چی را مقصد ما دیدم، هم پاهاشون را په میمونن هم آمین بلند میگنه. دستا را وقت ای نوف پایان نمید. بله این همیش سنت. دستها را در زیر نوف موندن، از نوف پایان موندن این مذهب ابی حنیفه است و این خطا است. حدیثی که در این مسئله از حضرت علی و مادرمان عایشه آمده است ضعیف است، بلکه قول صحیح و راجح همین است که در وقت نماز خوندن دستها رو در بالای سینه مونید. خیلی که زنها میمونند، زن و مرد یک خیل. پیامبر به زنها یک نماز از دل جدا و به مردها یک نماز دیگر تعلیم ندادند. این جدا کردنی که در مذهب ابی حنیفه است درست نیست. این صحیح است، اما حدیث متفق علیه است که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که قرائت می‌کردند آمین بلند می‌گفتند در نمازهایی که نماز فجر است، نماز مغرب است و نماز عشاء است، در حالت قرائت بلند شدن. پیامبر میگن اذا وافق تامینکم تامین الامام تامین الملائکه، یعنی آمین گفتن شما با آمین گفتن ملائکه موافق بود، الله شما را میبخشد. و پاهای هم وسیع موندن، البته وسیع موندن وسیع تنگ هم نیست. در مذهب ابی حنیفه که مردم در توزیع میدن 4 انگشت در بین پا باشد، میگن پاهای جمع میکنند. این درست نیست، بلکه پای خیلی که در کتاب شرح صحیح بخاری در فتح الباری مذهبی صحابگان ذکر میکرد ابن حجر اسقلانی، پای انسان برابر کتفش باشد، برابر کتفش باشد. یعنی سنت است. بله حضرت جان. اکنون ما در اون تاجیکستان حضرت ما اکنون رومانی میشن این خیلی شنای دادیم، برای همین سوال دادم که مقصد کدامش چی را دیدیم و در سنت بودم. انا همین بیشتر و انا میخیر کرده شما نماز نخونید، شما نمیخیر کرده نماز. حضرت احمد حضرت جان خیلی گوش میکنیم. من برادران عزیز و خواهران بزرگوارم اهل توحید نگفته نماند، حالا شما اینجا جمع شدید یک چیزی رو میخوام به شما برسونم که مسئله ایما، ما در ایما گروه داریم زیاده از 1000 نفر زیادتر است. امیدواریم که باز زیادتر بشود. اهل بدعت باز اذیت کشند. وقتی که یعنی انسان ها در ایما یا در دیگر گروه ها تلگرام یا و غیره زیاد میشوند، اهل بدعت همیشه یعنی اذیت میکشند به زیاد شدنی برادران و خواهران موحدین. بالاخره دعا میکنیم که صف اینها زیاد بشود در همه این گروه ها. اما خواهش دارم، خواهش من همین است که برادرانم و خواهران موحدین شما زیرک باشید. اهل توحید زیرک باید باشد. توحید به من شما زیرکی رو میآموزونه. موحدی که زیرک نیست به تلفظ تاجیکی گرنگ است، از این میبرد که این حالات توحیدش خوب نیست. موحد ساده، گرنگ، یعنی سوست، این خیلی نباید باشد. موحد باید زیرک باشد. الله بارک فیکم. اما یکی از نمودهای زیرکی این است که الله همه شما را حفظ بکند. در ایمایی که الان در گروه ما شما هستید به نام و فامیله خودتون نبرایید. همین ایمایتون را نامرش رو محکم کنید که نامرش ننماید. امنیت این اساس است. نامرهای ایمایتون را محکم کنید. هم خیلی نسترویکش رو هم خیلی ترتیب کنید که نامرها محکم باشد و فقط نام نماید. اما نام رو هم بعضی برادرها نام خودشان فامیلی خودشان رو می‌نویسند. این غلط است. شما گمان نکنید که شما رو آزاد گذاشتند. هر روز اینجا کارگران طاغوت است که گیر بکنند و غیره و غیره. از همین روز عبارت نام و فامیلی خود را در نه تلگرام، نه در واتساپ، نه در ایمو
و نه در یوتیوب. در یوتیوب هم وقتی که یک چیز خودتون به کانال میکشید میدارید کامنت می‌نویسید به نام فامیلی خودتون ندارید. دومین چیز رسم نگذارید برادرانم و خواهران موحدم. البته بسیار خواهرها که الله برکتشون کرد خواه امنیت خواهرها خوب است، نه نامشون می‌نویسن نه رسم دارن و غیره، نه رقمشون میبرد، به خاطر مسئله شرعی است. اما برادرها رسمی بعضی شما در تلگرام، رسمی بعضی شما در ایمو یا یوتیوب که میبینید کانال هست، این درست نیست. به خاطر چی درست نیست؟ اونها همین رسمتون هم شاید مشکلی ایجاد کنند. رسمتون رو بالخصوص در ایمو نگذارید، نامتون و فیلمتون رو نگذارید. و بعد از این در کانال برادرهای مدیراتور ایمو چگونه یعنی امنیت کردن ایمو رو گذاشتن، یعنی شما به نسترویک می‌دارید، نسترویک ایمو، و در قسم کانسیدلنوست گفتنی جاش اونو می‌بینید تلفظی اینا خوب کردن نتونستید. قسم دوم اول به نسترویک می‌دارید، بعد از نسترویک کانفیدنشیال یعنی خیلیش می‌دارید. بعد از این مسئله سوم، طریقه سوم моего для добавления меня методом اینجا کمی با من فرستادن خیر است. метод для добавления меня است. انا همینجا می‌دارید قسم چهارم میشه کосмос نوشته است. انا همینجا محکم، یعنی محکم است که شده میکنید. یعنی مقصد این که کسی شما رو به دروزی از پیش خودش دباوید کردن نتواند. و настройка دارید، confidence دارید، بعد از метод для добавления меня و قسم چهارمش کосмосش باز کنید. یعنی کسی از پیش خودش شما رو دباوید کرده به شما خط نوشته نتواند. به خاطر چی؟ به خاطر امنیت، به خاطر حفظ کردن. قسم به الله من وقتی که میفهمم که یکی از برادرها یا خواهرها مثلا یگان مشکلی شده است، باور کنید دل ما میرنجد. ما نمیخواهیم به کسی ضرر آوردن رو نمیخواهیم. قسم به الله میگم که شتاب نکنید، حرکت کنید که زیرک باشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که اولا الله میگه خود و حذرکم، امنیتتون رو بگیرید، سبب بگیرید. اول امنیت میکنید، اول احتیاط میشید، بعد توکل به الله میکنید. از خونه پنجاشونه به زینه آهسته آهسته میفرید، به توکل میکنید، آهسته آهسته میفرید. از پنجمشونه خودتون رو توکل کرده به پایان نمیپرتید. بارک الله فیکم. و این چنین مسئله حدیث است که پیامبر میگن لا یدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، آدم مؤمن و موحد را از یک سوراخی کژدم دوبار نمیگزد. من شما رو چندین بار گزیده شده است. چقدر برادران و خواهران ما از این بی اهمیتی کارشون مثلا بی‌زیب شد، به مشکل و دچار شد. یعنی خوب زیرک باشید. بارک الله فیک. والله الان باید سفید شود. یا برادری که اینجا مدیراتور هستن به من نویسید که چی شود، همین کосмос چی شود، کبود شود یا سفید شود. برادری سوال میکنن به من نویسید برادر. ابو عبدالرحمن کосмос چه خیلی حالت باشد، سفید یا کبود؟ یعنی والله الان کبود سفید است، کشته باید باشد. از سفید باید باشد، بله سفید باشد. همین کосмос باید سفید باشد. حیاک الله. بله همش سفید شد. الله می شما را حفظ بکند و به شما برکت بدهد. این بود یک مسئله. خود کلچیت ندادن و یک بفرمایید. بله بله. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. و برکت. الو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر سلامت باشید، در پناه الله باشید، کجا باشید نباشید. جزاک الله خیر. سوالم سرکش باش کنم و از کو چیکارم. همین برادر پیش از نماز به درمونده میست.
کنی الله اکبر در نیت میگیم که نیت داریم که نمازی مثلا عصری و شام فرق نداره، همین نیت قلب به همین نیت کرده آمده دو مثلا زبانی نه همین نیت میگذرد، همین نیت خیلی خیلی شما بعداً معنای التحیات لله و صلوات و طیبات همین قص چی میگه مختصر یک چیکار فهم اونده میذارید برادر یک چی میگه فهمیدم با بسیارتر با نه فهمیم برادر همینه وقتی قدم میشنیم که اتیات خوندنده تمام برادر بارک الله حیاک الله. البته در مسئله سؤال برادر که نیت او زبانی است یا قلبی است، البته نیت قلبی است زبانی نیست. وقتی که شما ببینید وقتی نماز ظهر شد میگویید از جایتون میخیزید میروید وضو میکنید و جای نماز رو میاندازید و به بالایش میبرید، این همش نیت است، همه همین نیت است. بعد از این نیت کردن بگذارمش نیست. الله اکبر میگید نماز شروع میکنید، برای شما میدونید که کدوم نماز به وضو کرده شده و کدوم نماز است. از پیش خودتون خسته هم خیلی نماز خونده نمیسید. هر یک آدمی که نماز میخواند میداند که چی نماز خونده است. همین نیت است. اما گرنگ و گرنگ بدون هیچ فهمیدن هم تو بیاید به سر جای نماز سید نماز خوندن شروع کنید. یگان نماز نفهمیده شده هم نماز خوندن شروع کنید میخونید. البته این نماز شما بدون نیت است، این باطل است. بدون نیت باطل است. باید نیت داشته باشید. قلبا نماز ببین نیت به زبان بدعت است. پیامبر نکردن، صحابه نکردن، سلف صالح نکردن. اما در مسئله تشهد، دعای تشهدی که تحیات الله است معناش التحیات لله، همه تحیات درود و سلام، تحیه، حمد و ستایش از آن الله است و الصلوات و الطیبات، و اینچنین همه صلوات و طیبات، همه پاکی، همه خوبی از آن الله است. بارك الله فيكم. تحيات لله والصلاة والطيبات. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام بر ما یعنی امن و امانی از جانب الله، رحمت الله بر ما مؤمنین و مسلمین و به همه بندگان صالحش عباد الله الصالحین. و در دوام شاید السلام علی النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا، السلام علی النبی، البته اول السلام علی النبی و رحمت. السلام علی النبی، سلام بر پیامبر صلی الله علیه و سلام یعنی درود و سلام و صلوات به پیامبر صلی الله علیه و علی النبی. و البته مردمی ما ازود کردگان السلام علیک یا رسول الله، لیکن بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و قول راجح همین است که خیلی که از عبدالله بن مسعود است السلام علی النبی و رحمت الله و برکاته. التحيات لله والصلاة والطيبات. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. سلام الدرود برسول الله ورحمة الله وبركاته الله بكي برسول الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام على النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد زمين سلام برمو وبعباد الله. بارك الله فيكم. أنا هم كمان نورمك. اما در مسئله برد این مسئله چی بگیم، مسئله ایمان به من برادر یک چیز دیگه ایصال کردم. اینجا هست که ببینید метод для добавления меня. Метод для добавления меня. Вaqti que конфиденциальность می‌داره настройка конфиденциальность, اینجا метод для добавления меня. Она همینجا چی است؟ чат в реальном времени و показать моих подписчиков این مایی подписки. هر دو همین هم باید محکم باشد، یعنی اتکلیچیت باشد، اینجا مقصد سفید باشد دو تای آخرش. اینو هم محکم کنید بهتری میشه. показать всем мои лайки اینا هم بکنید. показать моих подписчиков انا هر دو همین هم محکم بکنید، یعنی سفید بکنید. این برای امنیت خوب است. بارک الله فیک. بله بعد از این شهادت میتونید لا اله الا الله محمد رسول شهادت میتونم که نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد رسول الله و بنده الله هستند. بالاخره التحيات لله والصلاه والطيبات. السلام على النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله محمد عبده ورسوله. این چی است؟ این یک دعا هست که در تشهد خونده میشه. حمد و ستایش به الله
درود و سلام بر رسول الله و شهادت میگی. بارک الله فیک. عبدالله جان اینجا گفتن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال هم که در مسائل شرکای خفی روشن، یعنی روشنی انداز. شرکای خفی شرکایی که شرک است، شرک اکبر است، اما در قرآن و در سنت آشکار واضح ذکر نشده است. شرکای نوپیدا است والله الان در بعدش بمانند انتخابات نوپیدا شده است. این خیلی این چیز نبود در زمان قدیم. یا بمانند گرفتن پاسپورت کفار که قسم خورده گرفتنش کفر اکبر است، لیکن خفی است به بعضی آدم. یا دیگر از مسائلی که تعلق به انا همین چی دارد، مسائل خفی دارد. اینجا پیش از من شما دیروز نماز دعا کردن رو درست نیست. ببینید ما در این مسئله و برای مختصر جواب ما سوال شد که دست برداشتن بعد از نماز، بعد از هر نماز او جایزه. ما میگیم در صدای رکل نداره، ما میگیم که دست برداشتن بعد از نماز بدعت است، اما دعا کردن سنت است. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام بارك يا ذا الجلال والإكرام. بعد از این اللهم لا مانع لما اتيت، بعد از این اللهم اعنا على ذكرك، وبعد التسبيح، بعد از این قراءة آیت الکرسی لا اله الا الله لا شریک له، بعد از این تلاوت آیت الکرسی و غیر این چیزا وجود دارد. این همه دعا است. خود دست برداشتن بعد از هر یک نماز دعا کردن سه دعا این بدعت است. اما بعضی بعد از نماز اگر دست برداشته سه دعا نیل خودتون هم بعد از نماز 3 مرتبه 4 مرتبه خیلی که در توسعه میکن دست برداشتن و همین ضرور گفتن و همین سنت این بدعت است. این چیز نبود. پیامبر یگون بار این کار خیلی نمیکنه. البته دست برداشتن بعد از نماز رو مونده، اما دست برداشتن وجود دارد. در نماز طلب استسقا، در نماز ویتر، در نماز تهجد و در وقت‌های دعا دست برداشته دوام میکنید. این یکی از سنت‌های دعا هست که وقتی که الله دعا میکنه دست برداشته دوام میکنید. حدیثی است این یستحی من عباد رفع یدیه، الله شرم می‌دارد از اون بنده‌اش که دستش برداشته دعا کنه دستش رو خوری برگردن و غیره و غیره. بارک الله فیک. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدواریم شیخ خوب و صحت سلامت باشید. من سوال در مورد برادر 2012 گفت، الان 12 گفته زنی یعنی باشتیر مسلمان با اما تو حال دعوت میکنن نماز نمیخونن و او یک دخترچه دورم میکنه من جدا بخواب تشکیل کنم. همینه چیکار کنم نشتر کنم؟ البته زنی که به نماز است به دین است نصیحت کنید به دین درآید. زنی که به دین است کافر است مرتد است شما به او زندگی نکنید، لیکن جوابش ندید. نگوید خودت دادم نگوید، لیکن من قطعی تو زندگی نمیکنم، من با قطعی تو علاقه جنسی نمیکنم، من تو را نگاه بین نمیکنم تو همون زمانی که نماز خون نشوید. اگر نماز خوند اگر توحید قبول کنه نماز خوند با زن شما است. حالا پورتر بفهمون گفتم من گفتم تا شیخ من سوال کنم من یعلم نگاه کنم باشه. اینجا برون میشکند است، برون شکیدن برون مولیدنی دست برون شکیدنش البته این بدعت است، در یگان حالت هم نیست. همه حدیثایی که اومده است ضعیف است و باطل است. بارک الله فیکم. در این مسئله گفتن که برادر شما این خیلی گفتید و اون خیلی گفتید. سبحان الله
ما چندین سال است که در این باره صحبت میکنیم، در یوتیوب صحبت های ما وجود دارد. بعضی مختصرا زودتر جواب میتیم به خاطر وقت، لیکن بعضی ها از سبب جهل است یا از سبب کینه هست یا از سبب من نمیدونم چیزی دیگر است، یا از سبب این که کفته میگردند و از اهل بدعت هستند، یک باره همین رو هم فکر نمیکنند. ابو محمد دست برداشتنش این گفتم نه این ببینید این تفصیلات داره. نبض دیگه هستیم از همین جهت بعضی ما مختصرا یک باره همین سوال به دیده جواب میدیم. احتیاط باشین. بارک الله فیک. چندین بار این سوال گشته و برگشته می شود که سوال وقتی که انسان گاه نماز میخواند گاه نمیخواند، گاه میخواند گاه نمیخواند، کافر است، مرتد است، باید توبه کند، نمازش خواند. سه دعا بعد از نماز نیست، سه دعا بعد از نماز بدعت است. حجت رسانید. زنی که عذری هست نزدیکاش عذر میتد، حجت رسانید، نصیحت بکنید. وقتی که ان شاء الله فهمید، زنهای توجیه قبول میکنن ان شاء الله. وقتی که نفهمید با مناقضه اهل بدعت کردن، البته معروف است که زندگی کردن میشه. بارک الله فیکم. استاد ابو علی ابن سینا کافر بود، بعضی علما میگن، بعضی مشرک میگن. مشرک بود، کافر بود. ابن تیمیه رحمه الله درباره و همه علما درباره ابن سینا صحبت کرده است. خرامیته بود. بالاخره کسی بود که حلولی بود. حلولی. ما در همین کتاب هم در شرح همین کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین در مسئله اعتقاد الله آیا در بالای آسمان است، درباره کلام الله سخن کردیم. از مذهب ابن سینا را ما ابن سینا میگه که کلام الله میگه این یک الهام است که الله خودش به درون انسان ها انداخته است. و در مسئله الله در بالای آسمان است یا نیست میگه که الله در بالای آسمان نیست، الله در درون انسان است و غیره و غیره و یک چیزای دیگر. برادر ابو عبدالله میگن که استاد چرا جواب نمیتین؟ پیشتر گفتن که در تلگرام، برادر عزیزم، در تلگرام فقط ببین قریب که فرصت تماس اومده میست. باور بکنید من وقتی همیشه جواب دادن ندارم. من نمیم با این که من برادرها را مثلا نظر ناگیری میکنم یا که کبر، نه والله. اما برادر عزیزم حالت دارم، شرایط دارم، بعضی وزنینی، سبکی، مشغولیت و غیره. وقتی که مناسب شد من صحبت میکنم. من عادتا بعد از فجر آگاهی کمی وقتم میشود، بعد از این وقت خصوصا همین وقتا بیگاهی اصلا وقت نمیشه. الله حسابتون میکنه همه شما را. یکی کوشش میکنیم یک روز نیم روز بعد صحبت میکنیم. الله همه چیز بکنه، برکتتون بده. ابو عبدالله ان شاء الله نظر میکنم برادر، بعد از یک نیم ساعت یک ساعت نظر میکنم. خب با همین این حلقه را به پایان میرسانیم. برادرهایی که اینجا در انتظاری هستند 21 نفر، الله شما را حفظ بکند. از شما معذرت خواهی میکنم. روزی دیگر با ادامه میدیم. کسایی که بسیار انتظار میشوند ان شاء الله روز آینده در کامنتر می نویسند که مثلا من چند وقت است که نبر اومدم و ما همونهای پیشتر میبریم. الله همه شما را حفظ بکند، برکت بدهد. اهل توحید الله نصرت بدهد، زیاد بکند، منتشر بکند. درسای ما را درسای پررام بکند، بردوام بکند. درسای تحول کننده، درسای تاثیر بخش و درسایی که ان شاء الله سبب منتشر شدن و ظاهر شدن توحید بگرداند. الله سبحانه و تعالی ما را، فرزندان ما را، اهل خانواده ما را هدایت بکند، توفیق هدایت و فهم صحیح را نصیب بکند. و بارک الله فیکم. بلاها، آفتها، مصیبتها و از بدیها و از ضررهای اینس و جن و سحر و جادو و چشم را حفظ بکند. و الله سبحانه و تعالی ان شاء الله ثابت قدمی را و ثبات را و استقامت را در این راه به ما نصیب بکند. بارک الله فیکم و حسن خاتمه را از الله میطلبیم و جزاکم الله و برکاته. البته الله سبحانه و تعالی به برادران و خواهران موحدین نصرت بدهد. حیاکم الله.